در شوال سال 10 بعثت، بعد از اینکه قریش به شدت حملات خود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مؤمنان افزود، آن حضرت همراه با زید ابن حارثه که او را به فرزندی گرفته بود، پای پیاده به دور از چشمان مشرکان به طایف که در 60 مایلی مکه مکرمه قرار دارد رفت. تمامی قبایل و عشایری که در مسیر راه قرار داشتند را به اسلام دعوت نمود. ترس از قریش باعث شد هیچ قبیله به دعوت توحید لبیک نگوید. در طایف با سران سقیف، عبدیالیل، مسعود و حبیب ملاقات کرده آنها را به اسلام دعوت کرد و از آنها خواست از دین یکتاپرستی حمایت کنند. آنها که در مقابل قدرت قریش تسلیم شده از روی اجبار با آنها هم پیمان بودند، برخورد بسیار ناجوان مردانه‌ای با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند. یکی از آنها پیامبر را به باد مسخره گرفته گفت: اگر خداوند تو را فرستاده باشد، من لباس کعبه را پاره می کنم. دیگری پوزخندی زد و گفت: خداوند کسی غیر از تو را ندید تا به سوی ما بفرستد. سومی ایشان را مسخره کرد و گفت: سوگند به خدا هرگز با تو حرف نمیزنم. اگر تو پیامبر باشی من کمتر از آنم که با تو هم کلام شوم، و اگر دروغگو باشی لیاقت این را نداری که کسی با تو حرف بزند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون بیمهری و لجاجت آنها را دید، از آنها خواست تا حد اقل شهامت به خرج دهند و خبر آمدن ایشان به طایف را نزد قریش فاش نکنند. پیامبر مدت 10 روز را در طایف سپری کرد. با تمامی رهبران و شخصیت‌های عمده شهر دیدار نمود و آنها را به اسلام دعوت کرد. مشرکان طایف در مقابل دستورات الهی سر تسلیم نیاوردند که هیچ، بلکه برده‌ها و جوانک‌های ابله و نادان را دستور دادند تا پیامبر را سنگ باران کرده و از شهر بیرون کنند. طایف با دشنام و ناسزاگویی و با سنگ پیامبر و همراهش را از خود راند. پاهای پیامبر به شدت زخم برداشت. زید تمام توان خود را به خرج می‌داد تا از برخورد سنگ‌ها به پیامبر جلوگیری کند. سنگ‌های به سر ایشان اصابت کرد و سرشان به شدت زخم برداشت. در حومه شهر در سایه درختان باغ در 3 مایلی طایف به زمین نشست تا لحظه استراحت کند. در این جلسه کوتاه با فرد عراقی از اهل نینوا که مسیحی بود و عداس نام داشت آشنا شده او را به اسلام دعوت نمود. در آن وضع که عرب‌های منطقه و خویشاوندان و همشهری‌های رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدو پشت کرده بودند، عداس غریبه‌ای از اهل نینوا اسلام آورد. این روز از سخت‌ترین و تلخ‌ترین روزهای زندگی آن حضرت به شمار می آید. پیامبر دل شکسته و اندوهگین از این برخورد ناجوان مردانه اهل طایف آرام آرام در مسیر مکه گام برمی داشت. چون به منطقه قرن المنازل رسید، جبرائیل و فرشته کوه ها از ایشان استقبال کردند. فرشته کوه ها از پیامبر خواست تا به او اجازه دهد در یک چشم به هم زدن 2 کوه اطراف مکه را بلند کرده بر سر اهل مکه فرود آورد و همه شهر را زنده به گور سازد. نبی رحمت
پیامبر مهر و شفقت قلب پدرانه‌ای که توان دیدن رنجش پسر سرکشش را نیز ندارد و فرشته کوه‌ها فرمود: آنها را به حال خود بگذار، شاید از نوادگان آنها افراد بیایند که خدای واحد را پرستش کرده و از شرک و بت پرستی بیزار باشند. السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك اصطفاك الله تيسيرا ورحمة واصطفانا ولسنا خير أمة بعدما تاه الورى جهلا وظلمة يا حبيب الله يا نور الهدى في دجانا من لنا إلا ضياء السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك منتهى الخلق جلالا وكمالا أبلغ الألسن صمتا ومقالا أنبل الفرسان سلما ونزالا يا نبي الله يا مختاره من خصال الطهر والخير حباها السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك كم غريق بين أمواج الحياة كنت يا طه له طوق النجاة فعلى طه سلام وصلاة يا صفي الله. بعد از آزار و شکنجه مشرکین در طائف، رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون روز طائف به عنوان تلخترین روز عمر خودشون یاد فرمودند. مادرمان عایشه رضی الله عنها میفرماید بعد از احد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم آیا روزی تلختر از احد بر شما گذشته؟ احد روزی بود که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، مصعب ابن عمر و 70 نفر از صحابه در اون روز به شهادت رسیدند. واقعه احد واقعه بسیار تلخ و دردناکی بود برای امت اسلام، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب مادر فرمودند بله، اون روزی که من در طائف بر فرزندان عبد یالیل اسلام را عرضه کردم و اونها نپذیرفتند، اون روز تلخترین روز عمر مبارک بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه فرمودند وقتی که از طائف در حال بازگشت به مکه مکرمه بودم، در منطقه قرن الثعالب، همین منطقه‌ای که الان ما در اون هستیم و امروزه به اسم قرن المنازل مشهوره، در این منطقه من در حال و هوای خودم بودم، در اون حس و حالی که داشتم در بازگشت از طائف و اون غم و اندوه، ناگهان احساس کردم که سایه‌ای بالای سر من افتاده
ابری سایه انداخته بر من. وقتی که به آسمان نگاه کردم جبرئیل رو دیدم و جبرئیل به من گفت که یا رسول الله، الله تعالی صدای قوم شما، کلام قوم شما رو شنید و اون فعلی رو که قوم شما در مقابل شما انجام دادن و این شخصی که به همراه من فرشته کوه است. برای اولین بار فرشته کوه به زمین آمده بود به همراه جبرئیل امین علیه السلام تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم اختیار داده بشه که هر آنچه میخواهد درباره مشرکین تصمیم بگیره. فرشته کوه برای اولین بار نازل شده به همراه جبرئیل امین علیه السلام به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم. جبرئیل خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا رسول الله، این فرشته کوه است. و فرشته کوه شروع کرد به سخن گفتن با پیامبر اکرم علیه السلام. اگر شما دوست دارید من دو کوهی رو که مکه در اون واقع شده اونها رو به هم بچسبانم تا دیگر اثری از مشرکین مکه دشمنان شما باقی نمونه. امروز فرشته کوه و جبرئیل امین علیه السلام در این مکان نازل شدند تا به امت درس بیاموزند، تا برگ زرین دیگری بر افتخارات رسول الله صلی الله علیه و سلم افزوده بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ناراحت و نگران و پریشان از طائف رانده شدند در سخت‌ترین و تلخ‌ترین روز حیات به همراه زید ابن حارثه فرزند خوانده مبارکشون و در این مسیر در حال حرکتند. در اون غم و ناراحتی به یک باره جبرئیل امین میاد، بزرگترین فرشته آسمان. یقینا اون روز فرشته های آسمان هم نظارگر این صحنه، نظارگر درد طائف بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی جبرئیل امین علیه السلام رو میبینن، وقتی فرشته کوه ها رو میبینن، غم درونی کاهش پیدا میکنه، اون زخم های طائف التیام پیدا میکنه. با ملاقات دوست صمیمی آسمان جبرئیل امین علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آخرین بار اتمام حجت کردند با اهل طائف. حضرت صلی الله علیه و سلم در این سرزمین درس دادن به امت در انتقام گرفتن، در معامله با دشمنان. وقتی که این پیشنهاد داده شد به رسول علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک اشاره میتونن که تمام اهل مکه رو که مسبب تمام این مشکلات، تمام این سختی هاست و تمام این رنج هاست، حتی در طائف اونها سبب شدن که رسول صلی الله علیه و سلم این مسیر رو به طائف بیان، میتونه که در یک چشم به هم زدن اونها رو نیست و نابود بکنه. اما رحمت للعالمین برای از بین بردن نیامده، برای تباه کردن نیامده، برای ساختن و آباد کردن آمده. برای این آمده تا بشریت رو نجات بده، نه که هلاک بکنه. فرمود من امید دارم اگر اینها ایمان نیارن، از نسل اینها فرزندانی متولد بشن که اونها توحید الله تعالی رو بر زبان جاری بکنن، اونها سربازان جان برکفی در راه اسلام باشن. و چه زیبا این دعا و این بخشش قبول شد در حق فرزندانی مثل خالد، در حق فرزندانی مثل اکرمه که سرداران کفر پدران اونها بودن، ابو جهل و ولید پدر اکرمه و پدر خالد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این منطقه در قرن ثعالب به امت، به بشریت آموختند و ثابت کردند که در اخلاق، در رفتار، در بخشش و در رحمت بر تمام انسانهای روی زمین، حتی بر انبیاء الهی برتری دارند. موسی علیه السلام دعا کرد که فرعون و فرعونیان در دریا هلاک بشند و از بین برند. نوح علیه السلام بعد از رسالتش دعا کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، هیچ کافری روی زمین ای بار الله باقی نگذار، و همه اونها رو دعا کرد برای تباهی اونها. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم از موسی کلیم الله و از نوح علیه السلام هم در مکارم اخلاقی بالاتر است. هیچ انتقام نگرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سرزمین، در قرن ثعالب، در قرن منازل امروزی تصویری رو به جای گذاشت که تا قیامت باقی است، زمین مثل اون رو نخواهد دید. منطقه قرن ثعالب، همین منطقه‌ای که ما در اون هستیم، امروزه به اسم قرن منازل مشهوره و این مسجدی که پشت سر بنده می‌بینید میقات اهل طائف، یعنی هر کسی که از طائف قصد زیارت خانه کعبه رو داره باید در این مکان احرام ببنده و از اینجا
برای زیارت بیت الله الحرام مشرف بشه. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته. اینجا وادی نخله است. این امتداد این دره‌ای که ما هستیم امتداد 30 کیلومتر تقریبا همش اسمش وادی نخله است و ما از 2-3 ساعتی که اینجا پرسجو میکنیم از اهل منطقه که دقیقاً اون نقطه‌ای رو برای ما مشخص کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بازگشت از طائف در اون نقطه به اصطلاح استراحت کردند و بودند. همه این وادی میتونه در این امتداد این وادی در یه نقطه‌ای به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بازگشت از طائف به مکه چند روزی رو اونجا بودند. ما با برخی از بادیه نشینان این منطقه هم صحبت کردیم تا بتونیم همون نقطه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا برای چند روزی استراحت کردند و بودند رو مشخص کنیم، اما نه اهل منطقه تونستن اطلاعات دقیقی به ما بدن و نه هم تاریخ نگاران و سیرت نگاران در این مورد چیز مشخصی و معینی رو تونستند به تصویر بکشن یا مشخص کنند. حالا در اون منطقه چه اتفاقی افتاد این رو از زبان استاد سلیمانی با هم میشنویم. محمد صلی الله علیه و سلم، صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم، صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم، صلی الله علی محمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چند روز رو در این منطقه یعنی وادی النخله گذراندن، در فکر پیدا کردن راهی بودند تا دوباره بتوانند راه دعوت رو در مکه مکرمه باز بکنند. پیشنهادهایی که از طرف فرشتگان الله تعالی شده بود مبنی بر از بین بردن مردم مکه بین دو کوهی که مکه قرار گرفته بود مورد قبول رسول صلی الله علیه و سلم قرار نگرفت. از طرف دیگری پیشنهادی رو که زید بن حارثه داده بود مبنی بر این که یا رسول الله ترک بکنیم مکه و طائف رو و بریم به سرزمین دیگری، این هم مورد قبول رحمت للعالمین نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنبال یافتن راهی بودند تا دوباره به مکه مکرمه برگردن و اونجا شروع بکنن به دعوت و به این امید که از این مردم از نسل‌های اینها کسانی متولد بشن، اینها سربازانی بشن در راه توحید و بتونن که دعوت توحیدی رسول صلی الله علیه و سلم رو از مقدس‌ترین مکان روی زمین مکه مکرمه به گوشه و کنار دنیا برسونن. زید بن حارثه گفت یا رسول الله ما چطور میتونیم به مکه برگردیم در حالی که مردم مکه با هم عهد کردند که هر کسی من و شما رو ببینه سریعا ما رو از بین ببرن و با شمشیرهای خودشون بکشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم با توجه به شناخت کاملی که از منطقه خودش داره، با توجه به شناخت کاملی که از شهر مکه و تاریخ این مردم داره، نقشه‌ای در ذهن مبارک بود. به پیش
یکی از سران قریش فردی رو فرستاد تا از ایشون امان بگیره. امان گرفتن در جامعه عرب اون روز به این گونه بود که اگر فردی از طرف قومی یا طایفه‌ای مورد هجوم قرار می گرفت یا مورد دشمنی بود، اطرافیان میتونستن اون رو امان بدن و اگر فردی از همون طایفه یا طایفه دیگری اون رو امان میداد، جان اون شخص در امان بود. اخنس ابن شریق اولین فردی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستن از اون امان بگیرن، اما اخنس قبول نکرد و گفت که من پیمان بستم با دیگران و نمیتونم پیمان خودم رو بشکنم. سهیل ابن عمرو دومین سرداری بود که از طایفه خودش بنی عامر پیشنهاد رسول صلی الله علیه و سلم رو در امر امان قبول نکرد و به خاطر پیمانی که با قریش داشت امتناع ورزید. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک واقعی تاریخی که در مکه اتفاق افتاده بود به نفع دعوت استفاده کردند و این خودش نشان حکمت، فراست و دوراندیشی رسول صلی الله علیه و سلم و استفاده از اسباب موجود بود در راه دعوت. فردی از خزاعه رو به پیش مطعم ابن عدی فرستادن. مطعم ابن عدی سردار طایفه بنو نوفل بود. بنو نوفل کسانی بودند که جد بزرگ اونها نوفل با جد بزرگ رسول صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب وارد جنگ شده بود و زمینی از عبدالمطلب رو غصب کرده بود و حاضر نبود اون رو پس بده. عبدالمطلب در اون روزگار قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم از خویشاوندان خودش کمک خواست، اما به همین علت دست به دامن خزرجیان در مدینه شد که از ریشه مادری با اون نسبت داشتند. خزرجیان شمشیرها و کمانهای خود رو برداشتند و به مکه مکرمه آمدند و عبدالمطلب رو یاری کردند. وقتی که نوفل خزرجیان رو کنار کعبه دید که با کمانهای خودشون و با شمشیرهای خودشون آماده جنگن، ترسید و اون زمینی رو که از عبدالمطلب گرفته بود به اون پس داد. در همین اثنا خزاعه طایفه دیگری که در مکه مکرمه بودند و از دیرباز با قریش دشمنی داشت هم نظاره‌گر این جریان بود. خزاعه از دیر وقت دنبال فرصتی میگشت تا دشمنی که با قریش داشت رو به یک ثمری برسونه و باعث اختلاف و تفرقه قریشیان بشه. خزاعه همون کسانی بودند که قبل از قصی ابن کلاب سردار قریش، پردهداران و مسئولین مسجد الحرام و خانه کعبه بودند. وقتی که قصی آمد و قریشیان رو با هم متحد کرد، این پردهداری و ریاست رو از خزاعه گرفت و خزاعه از دیر وقت دشمنی داشت با قریش و به دنبال فرصتی میگشت تا زهر خودش رو به قریشیان بریزه. افراد طایفه خزاعه در این جنگی که بین عبدالمطلب و بین بنی نوفل اتفاق افتاده بود بیشترین استفاده رو کردند و با عبدالمطلب و بنو هاشم متحد شدند و گفتن دشمنی های گذشته رو کنار میگذاریم و با هم هر چیزی که بوده متحد میشیم. از طرفی بنو هاشم و خزاعه در کنار هم قرار گرفتن و دیگر قریشیان در یک طرف. انتخاب رسول صلی الله علیه و سلم در این امر که یک نفر از خزاعه رو بفرسته به پیش مطعم ابن عدی بیانگر چند موضوع بود. از طرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم مطعم ابن عدی رو تهدید میکرد که فراموش نکن اگر من بخوام میتونم همون کاری رو که جد من انجام داد در مقابل طایفه شما انجام بدم، چه با استفاده از کمان خزرج و یا شمشیرهای خزاعه، چرا که فردی که پیش مطعم رفته بود خودش یکی از افراد خزاعه بود. اون صحابی مسلمانی که از خزاعه بود میتونست که قوم خودش خزاعه رو متحد بکنه بر ضد دیگر قریش. از این رو مطعم نه به خاطر مهربانی و مروتش بلکه به خاطر مصلحت خودش و بلکه به خاطر ترس از تهدیدی که غیر مستقیم متوجه اون شده بود امان رسول صلی الله علیه و سلم رو پذیرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تنها پاپس نکشیدن در میدان دعوت و در میدان توحید، بلکه از میان خود مکه این دفعه آشوب و شورشی برپا شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از تجربه طائف به جای اینکه قریش رو از بیرون تحت فشار قرار بدن به فکر این افتادن که داخل قریش، داخل مکه انقلابی به پا بکنن. همون کسانی که میگفتن اگر محمد وارد شهر بشه او رو با شمشیرهای خودمون خواهیم کشت، ناگهان متوجه صحنه بسیار عجیبی شدن. مطعم ابن عدی یکی از سرداران مکه فرزندان خودش رو دستور داده بود تا شمشیرهای خودشون رو بردارند و دور رسول صلی الله علیه و سلم حلقه بزنند و ایشون با اسکورت و با حمایت فرزندان
مطعم ابن عدی و شمشیرهای اونها وارد مسجد حرام شدن، به طواف پرداختن، اونجا حجر رو استلام کردن، نماز گذاردن و مشرکین همه نظاره‌گرن. ابوجهل که نظاره‌گر این صحنه بود روی به مطعم گفت آیا از دین خودت برگشتی و به دین محمد پیوستی؟ گفت نه، من به دین اون نپیوستم، اما به اون امان دادم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تنها در مکه مکرمه تحریم قریش و تحریم مشرکین تأثیری بر اونها نگذاشت، بلکه سرداران مکه، سرداران کفر و شرک آمدن و حمایت کردند با شمشیرهای خودشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اثر حکمت و تیزهوشی و آینده نگری رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مکه شدند و به خانه خودشون تشریف بردند. قریش هم که نظاره‌گر این صحنه بود و چیزی نگفت، نه به خاطر این بود که از شمشیر بنو نوفل می‌ترسیدند، بلکه اونها هم خبر داشتند که معنای این کار چیست و چه نقشه و چه تاریخی پشت سر این صحنه نهفته است و اونها هم به خاطر مصلحت خودشون سکوت کردند. البته رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار انسان دوستانه مطعم رو فراموش نکردند. حتی در جنگ بدر هنگامی که 70 نفر از اهل مکه اسیر شده بودند فرمودند اگر مطعم ابن عدی زنده می بود و برای اینها سفارش می کرد حتما اونها رو آزاد می کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم کارهای نیکی رو که از طرف مشرکین ولو به اغراض و نیتهای شخصی و مصالح اونها انجام می شد فراموش نمی کردن و نادیده نمی گرفتن و پیوسته در زندگی سعی می کردن اونها رو جبران بکنن تا زیر بار منت هیچ شخصی نباشند. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه بازگشت از طائف به مکه مکرمه همچنان مسیر خود را ادامه میدادند تا به این سرزمین رسیدند. وادی النخله چند روزی رو در این سرزمین باقی موندن برای اینکه بیشتر آمادگی بگیرند در راه برگشت به مکه و اینکه اینجا عده‌ای از اصحاب می آمدن و با رسول صلی الله علیه و سلم ملاقات می‌کردند در چند روزی که اینجا بودند. در این مکان شبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول تلاوت آیات کلام الله مجید بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال نماز خواندن بودند که عده‌ای از مکلفینی که قرآن کریم برای اونها هم نازل شده بود در این اطراف مشغول گوش کردن قرآن مجید هستند. بدون اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه بشن الله تعالی گروهی رو مسخر کرده آمدن در این دور بر اطراف گشت و گذار می‌کردند که به ناگاه تلاوت آیات قرآن مجید رو شنیدن. برای اونها بسیار عجیب بود، کلام جدیدی رو میشنیدن. اینها عده‌ای از جن‌هایی بودند که در این سرزمین زندگی می‌کردند و آمدند و کلام قرآن مجید رو از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت کردند. گویی که الله تعالی میخواد به رسولش صلی الله علیه و سلم بگه که اگر عده‌ای از انسان‌های روی زمین در طائف دعوت تو رو نپذیرفتن هیچ نگران نباش که من گروه دیگری از موجودات جن‌ها رو مسخر کردم، اونها رو مشرف میکنم به این دعوت، به ایمان، به پذیرش رسالت تو، با اونها میرن و دعوت تو رو میرسونن. دیگه مردم قریش نمیتونن این جنها رو اسیر بکنن، مانند حمزه، مانند سمیه، مانند یاسر، مانند بلال، مانند عبدالله، خباب و دیگر صحابه نمیتونن اونها رو شکنجه بدن. اصلا اونها رو نمیبینن که بخوان اونها رو شکنجه بدن. گویی الله تعالی میفرماید اگر مردم طائف تو رو نپذیرفتن، دعوت تو رو قبول نکردن، نگران نباش. اگر اونها تو رو دوست نداشتن و با سنگ تو رو استقبال کردن، فرشتگان من در آسمان تو رو دوست دارن. جبرئیل رو در قرن الثعالب برای تو فرستادم، فرشته کوه رو برای تو فرستادم تا به امر تو و به خواست من هر کدوم از این کوه رو که بخوای بر سر مشرکین مکه بیاندازه، تا هر کدوم از این کوه رو که بخوای بر سر مشرکین مکه فرود بیاره و اونها رو از بین ببره. کوه تو رو دوست دارن، سنگ های زمین تو رو دوست دارن، تمام فرشتگان آسمان به تو عشق می‌ورزن و جن‌هایی به تو ایمان میارن که اینها دعوت تو رو خواهند رسون.
الله تعالی در سوره مبارکه احقاف آیات 29 و 30 از این جریان خبر داد به رسول صلی الله علیه و سلم که اون لحظه‌ای که شما در این وادی، در این سرزمین، در وادی النخله مشغول تلاوت آیات کلام الله مجید بودید، اونجا و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، ما گروهی از جنها رو فرستادیم به سمت تو، یستمعون القرآن، اونها قرآن رو گوش میکردن، کلام الله رو از تو شنیدن، اونها اومده بودن تا کلام قرآن رو گوش بکنن، کلام الله رو گوش بکنن. وقتی که به این سرزمین رسیدن گفتن ساکت باشید، گوش بکنید. فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، وقتی که آیات تمام شد، وقتی تلاوت شما به پایان رسید، اونها در حالی به سمت قوم خودشون برگشتن که اونها رو به دعوت توحید، اونها رو به رسالت تو فرا میخوندن. وقتی که رفتن به سمت قوم خود گفتن یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ای قوم ما کتابی رو شنیدیم، ما از سخنی اطلاع یافتیم که بعد از موسی نازل شده، مصدقا لما بین یدیه، تایید میکنه کلام موسی رو، یهدی الی الحق و الی صراط مستقیم، به راه حق هدایت میکنه و به راه راست شما رو رهنمون خواهد شد. در ادامه اونها قوم خودشون رو دعوت کردن یا قومنا اجیبوا داعی الله، ای قوم ما پیامبر الله رو، فرستاده الله رو اجابت کنید، به اون ایمان بیارید، به الله ایمان بیارید تا گناهان شما رو ببخشه، تا شما رو از عذابی دردناک نجات بده. علاوه بر این بعدها الله متعال سوره جن رو نازل کرد و در اون باز خبر داد از گروه دیگری از جنها که به کلام الله متعال، به سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش میدادند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سرزمین برای جنهایی تلاوت فرمود که خود رسول صلی الله علیه و سلم هم از وجود اونها بی اطلاع بود. بعدها آن حضرت علیه السلام وقتی که به مکه بازگشتن، سوره جن رو و این آیات رو برای صحابه تلاوت کردند، برای جانبرکفانی که در مکه مورد آزار و شکنجه بودن تلاوت فرمودن تا برای اونها ثابت بشه، تا به اونها گفته بشه که شما در این مسیر دعوت، در این راه تنها نیستین، تا درسی باشه برای من و شما بیننده که ما در مسیر دعوت، در راه دین و اسلام، در راه مشکلات و مشقت‌ها تنها نیستیم. امتی از جن، برادران و خواهران مسلمانی داریم از جنس جن که اونها هم به ایمان آوردن به پیامبر ما، که اونها هم مسلمان شدن به کلام الله تعالی، اونها هم همراه ما هستند. قبل از اون گویی که الله تعالی به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود که ای پیامبر من، تو در این راه تنها نیستی، فرشتگان آسمان با تو هستند، جنها هم با تو هستند، زمین و زمان با تو هستند. هیچ احساس تنهایی نکن که اگر مشرکینی، اگر حیوان صفتانی تو رو نپذیرفتند، تمام کائنات تو رو دوست دارن، مؤمنین رو دوست دارن، مسلمین رو دوست دارن. و بلکه در آیات دیگر در سوره غافر فرمود فرشتگانی که عرش الله تعالی را حمل میکنن، برای مؤمنین، برای مسلمین، برای مخلصین دعای خیر میکنن، برای اونها، برای خانواده اونها، برای فرزندان اونها، آبا و اجداد اونها دعا میکنن که ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، خدای اینها رو، کسانی که ایمان آوردن، به اون بهشتی که وعده دادی، به اون جنتی که وعده دادی داخل بکن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، و اون کسانی رو که از پدر و مادر اینها، از فرزندان اینها، همسران اینها صالحن و در راه اونها هستن، اونها رو هم در بهشت خودت داخل بکن. انک انت العزیز الحکیم، چرا که شما چیره‌ای، چرا که شما حکیمی. السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك اصطفاك الله تيسيرا ورحمة واصطفانا ولسنا خير أمة بعدما تاه الورى جهلا وظلمة
يا حبيب الله يا نور الهدى في دجانا من لنا إلا ضياء كم غريق بين أمواج الحياة كنت يا طه له طوق النجاة فعلى طه سلام وصلاة يا صفي الله يا رحمته بك آمنا